أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش، در کتاب باغ نکوکارانش، در سومین باب که بابی صبر هست، در حدیث 23 این باب که حدیث 47 از کتاب ریاض الصالحین می باشد، می فرماید: و عن معاذ بن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 47 در کتاب باغ نکوکارانش میگوید: از معاذ بن انس رضی الله عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: من کظم غیظا و هو قادر علی ان ینفذه. رسول الله میگوید هر کسی که فرو ببرد غیظش را، یعنی خشم و عصبانیت شدیدش را، غیظ یعنی که خشم و عصبانیت سختی که انسان بسیار عصبی می شود، انا همین را میگویند غیظ. رسول الله میگوید هر کسی که فرو ببرد عصبانیتش را و خشمش را، و هو قادر علی ان ینفذه، در حالی که اون انسان خشمناک، اون انسان خشمدار و اون انسان عصبانیت دار، قادر علی ان ینفذه، یعنی قادر و توانا هست که انتقام بگیرد، عملی سازد اون خشم و غضبش را. یعنی یک انسان وقتی که در یک مسئله بسیار غضبش میکند، قدرت دارد، توانایی دارد که طرف مقابل را چی ضرر بدهد، اما با وجود قدرت داریش فرو میبرد این عصبانیتش را، پس این خشمش را پایین میارد و صبر میکند. فایده اش چی است؟ میگه دعاه الله عز سبحانه و تعالی على رؤوس الخلائق یوم القیامه، یعنی فریاد میکند این انسان را الله سبحانه و تعالی در بین مردم در روز قیامت. در روز قیامت الله سبحانه و تعالی علی رؤوس الخلائق، یعنی در بین مردم که همه مردم میبینند که الله سبحانه و تعالی این انسان عصبانیت، این انسانی که عصبی است و خشم و غضب دارد، خشم و غضبش را پایان برده است، صبر کرده است، در حالی که میتوانست که طرف مقابل را انتقامش بگیرد، از طرف مقابل انتقامش را بگیرد، اما صبر و تحمل کرد. فایدهش همین می شود که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت در بین مردم این را فریادش میکند. چرا فریادش میکند؟ الله سبحانه و تعالی وقتی این انسان را در روز قیامت فریاد میکند، برای چی؟ میگه حتی یخیره من الحور العین ما شاء، تا اینکه اختیار میدهد الله سبحانه و تعالی، یخیره یعنی که تا اینکه الله سبحانه و تعالی این انسان اختیار میدهد، این انسان را مختار میگرداند من الحور العین ما شاء، یعنی از حور العین هر چیزی را که بخواهد. میگوید برو از حور العین چند تایی که میخواهی از خودت از گرفتن بگیر، دیگر عدد معین نیست، تا بدچین دلش پر شدن و تا دلش سیر کردن میتوند که از حور العین ها اختیار بکند. الله اکبر. پس ببین که صبر و تحمل کردن چی قدر اجر و پاداش دارد، مخصوص همون کسی که توانایی دارد که از طرف مقابل انتقامش بگیرد، با وجود توانایی داشتنش صبر میکند، صبر پیشه میکند، پس فایدهش این میباشد. اما کسی که یک انسان ضررش میرساند، خشم میکند، اما نمیتواند از او انتقام بگیرد، بعد میگه که خلاص من صبر کردم. اما اگر که میتونست قور اون طرف میکن، اگر که میتونست اون طرف حالش بد میکرد، انتقامش میگرفت،
اما میگوید که نه، من به خاطر الله صبر میکنم، الله سبحانه و تعالی از حال اینها با خبر است، در روز قیامت موافق به حالشان براشان اجر میتید. اگر واقعا امکانیت داشت و صبر کرد، پس این هست نتیجهش. اما اگر واقعا امکانیت انتقام گیری را نداشت و صبر کرد، پس هیچ ثوابی نمیگیرد، زیرا که قوه نداشت که انتقامش رو بگیره. اگر دست میافت حتما انتقامش میگرفت. رواه ابو داود، این حدیث ابو داود روایت کردگی است در زیر رقم 4777 در کتاب سنن ابو داود. و ترمذی، این حدیث را امام ترمذی هم روایت میکند در دو جای سننش، در سنن ترمذی در رقم 2021 و همچنین در زیر رقم 2493 این حدیث روایت شده است در سنن ترمذی. و قال حدیث حسن، و امام ترمذی در آخر حدیث میگوید که این حدیث حسن است، یعنی قابل قبول می باشد، حدیث برای عمل کردن قابل قبول هست. و هو فی مسند احمد، و همین حدیث همچنین در مسند امام احمد ابن حنبل هم آمدگی است در زیر رقم 15637. پس این بود حدیث 23 از باب صبر و حدیث 47 از کتاب ریاض الصالحین. با همین این حدیث به آخر رسید. بعد از این حدیث 24 از سومین باب کتاب ریاض الصالحین که باب صبر است و حدیث 48 از کتاب ریاض الصالحین. پس امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رجلا قال للنبی صلی الله علیه و سلم اوصینی. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 48 در کتاب ریاض الصالحین میگوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رجلا قال للنبی صلی الله علیه و سلم، میگه مرد رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفت که اوصینی، یعنی به من وصیت بکن، من را وصیت بکن. قال لا تغضب، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای گفت که غضب نکن. فردد مرارا، پس میگه تکرار کرد اون سوال دهنده، اون مرد چند بار این سوالش رو تکرار کرد که وصیتم بکن ای رسول الله. قال لا تغضب، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم هر بار این سوال تکرار میکرد، رسول الله میگفت که غضب نکن، یعنی پیش غضبت رو بگیر. وقتی انسان پیش غضبش رو بگیره چی میشود؟ یعنی صبر کرده است، صبر و تحمل کرده است. پس از این حساب است که امام نووی رحمه الله این حدیث را در زیر باب صبر آورده است. یعنی انسان باید صبر و تحمل داشته باشه، یعنی وقتی غضبش میآید پیش غضبش رو بگیرد و صبر و تحمل با خودش باشد. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است در کتاب صحیح بخاری در زیر رقم 6116 این حدیث ذکر شده است. و همچنین امام احمد هم در مسندش این حدیث را میارد در زیر رقم 10011. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 25 از باب صبر و حدیث 49 از کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 49 کتاب ریاض الصالحین میگوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگوید ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، یعنی همیشه البلاء یعنی موردی آزمایش و امتحان قرار میگیرد، بالمؤمن و المؤمنتی یعنی مؤمن مرد و مؤمن زن، یعنی همیشه مورد امتحان قرار میگیرند مرد و زن مسلمان فی نفسه، در نفسش، در جان اون انسان گاه امتحان میشود از جانب الله جل جلاله. اون انسان جانش گاه مورد آزمایش قرار میگیرد و ولده، و گاه از جانب فرزندش آزمایش می شود، گاه از جانب فرزندش اون انسان امتحان می شود و ماله، و گاه از جانب مال اون انسان
امتحان می شود و آزمایش می شود. یعنی گاهی می شود از طرف نفس انسان چه ضرر به بدن انسان می رسد و گاهی می شود از جانب فرزندش بیمار می شود، مشکلات ایجاد می کند، چه پرابلم بالای سرش می آید، یا مال اون انسان بالاش مشکلات می آید، مثلا مالش گم می کند، یا ماشین داشته باشد ماشینش دچار صدمه می شود، یا چه مشکلی بالای مالش می آید. یعنی که امتحان از جانب‌های گوناگون بالای انسان می آید، چه مرد باشد و چه زن. چرا الله سبحانه و تعالی این طور انسان مورد امتحان قرار میتید؟ یعنی سببش چی است؟ میگه حتی یلقى الله تعالی، تا اینکه می پیوندد به الله تبارک و تعالی، تا اینکه می میرد این مرد این زنی که مورد امتحان قرار گرفتگی است و صبر و تحمل کرده است در مقابل این صبر، در مقابل این آزمایش امتحانات، میگه با الله جل جلاله روپرو می شود. یعنی می میرد در روز قیامت می رود و ما علیه خطیئتون، در حالی که این انسان هیچ گناهی ندارد. یعنی که چنان آزمایشش وزمین و سخت، امتحانات کلان بالای سرش آمده است که این انسان میگه همه گناهاش محو کرده است به سبب امتحانات. در این امتحان صبر کرده است، در این مشکلات، در این آزمایش این انسان صبر و تحمل پیشه کرد. از این انسان میگه تمام گناهاش در روز قیامت میبیند که محو شده است و نابود شده است و هیچ خطای این انسان، گناه این انسان در نامه اعمالش ندارد. الله اکبر. پس ببین وقتی که بالای انسان امتحان می آید، انسان صبر و تحمل را پیشه می کند، صبر می کند، چه مرد باشد چه زن، پس الله سبحانه و تعالی به این جایگاه ها می رسانش که این انسان در روز قیامت می رود می بیند که در نامه اعمالش گناه وجود ندارد. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت میکند در زیر رقم 2399 در مسند امام ترمذی هست. و قال، و امام ترمذی درباره این حدیث گفته است که حدیث حسن صحیح، یعنی این حدیث حسن و صحیح می باشد. و هو فی مسند احمد، و همین حدیث همچنین در مسند امام احمد ابن حنبل هم آمدگی هست در زیر رقم 7859. پس این بود حدیث 25 از باب صبر و حدیث 49 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 26 از باب صبر را می آورد که حدیث 50 از کتاب باغ نکوکاران می باشد، از کتاب ریاض الصالحین حدیث 50 می باشد. امام نووی رحمه الله می گوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 50 در کتاب ریاض الصالحینش می گوید از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت قدم عیینة بن حصن فنزل على ابن اخیه الحر بن قیس. میگوید که قدم عیینة بن حصن، میگه آمد عیینه ابن حصن میگه آمد فنزل على ابن اخیه، پس مهمان شد میگه در خانه برادرزادش، که این برادرزادش حر ابن قیس بود. یعنی که عیینه ابن حصن در خانه حر ابن قیس که برادرزادش است مهمان شد. و کان من النفر الذین یدنیهم عمر رضی الله عنه، میگه که همین حر ابن قیس از جمله شخصان بود که یدنیهم عمر رضی الله عنه، یعنی که نزدیک بود این به عمر رضی الله عنه، یعنی نزدیک ساختگی بود عمر رضی الله عنه این را به خودش. یعنی در نزد حضرت عمر رضی الله عنه الحر ابن قیس بسیار انسان عزیز بود، بسیار انسانی بگیم با عزت و با شرف بود. و کان القراء اصحاب مجلس عمر رضی الله عنه، یعنی که سببش چی بود که در نزد حضرت عمر رضی الله عنه بسیار عزیز و گرامی و نزدیک به حضرت عمر بود؟ میگه به خاطر اینکه قاری بود. و کان القراء، و قاری های قرآن اصحاب مجلس عمر رضی الله عنه، یاران و همنشینانی
عمر رضی الله عنه بودن. یعنی حضرت عمر رضی الله عنه همراه قاریای قرآن، همراه عالمان، همراه دانشمندان همنشینی میکرد، همنشینی میکرد تا اینکه از اونها چی بهره ببرد و یگان غلطشان رو دیدن اینها، پس راهنماییش بکنند. و مشاورته، یعنی که از مشاوران حضرت عمر رضی الله عنه قاریای قرآن و عالمان بودند. کهولا کانو او شبانن، یعنی پیرانسال بودن یا جوان بودن فرق نداشتن، یعنی چی پیرانسال باشن چی جوان، حضرت عمر رضی الله عنه اونها را هم نشینان خودش قرارش میداد. میگه فقال عیینه لابن اخیه، پس این مهمان از صاحب خانه تقاضا کرد، پس میگه گفت عیینه برای پسری برادرش، یعنی برای برادرزادهش گفت که ابن اخی، گفت ای برادرزادم، لک وجه عند هذا الامیر، گفت تو بسیار احترام و جایگاه خاصه گفت در نزد این امیر داری. یعنی حضرت عمر رضی الله عنه را گفت در نزدش تو جایگاه داری، حضرت عمر تو را احترام میکند. فاستأذن لی علیه، پس گفت اجازت بخواه برای من علیه که من به نزدش بروم. فاستأذن لی علیه یعنی اجازت بخواه برای من که من به نزدش بروم، مرا اجازت بده من یک بار نزد حضرت عمر رضی الله عنه بروم. میگه فاستأذن، پس این حر ابن قیس نزد حضرت عمر رفت و از حضرت عمر رضی الله عنه اجازت پرسید که مهمان من میخواهد تو را ای امیر المؤمنین ببیند. فاذن له عمر، پس حضرت عمر رضی الله عنه اجازت داد، یعنی زیرا که حر ابن قیس بسیار انسان عزیز بود در نزدش، اجازتش داد که مهمانش نزد حضرت عمر رضی الله عنه بیاید. فلما دخل قال، این مهمان بسیار با احترام و بسیار خوب سخن چیکار کرد؟ فلما دخل قال، پس زمانی که نزد حضرت عمر در آمد و گفت هی ابن الخطابی، یعنی ای پیسر خطاب، فوالله ما تعطینا الجزل، گفت قسم به الله که تو برای ما حق خود را نمیتی، الجزل دارایی بسیار ما نمیدهی. گفت قسم به الله ای ابن خطاب، ای عمر، تو برای ما مال بسیار ما نمیتی. جزل یعنی که مال بسیار، چیزی بسیار را جزل میگن، یعنی تو ای ابن عمر گفت چیزی بسیار برای ما نمیدهی. ولا تحکم فینا بالعدل، گفت تو در بین ما عدل نمیکنی. الله اکبر. ببین حضرت عمر رضی الله عنه را این مهمان حر ابن قیس چه گفت؟ گفت تو در بین ما عدل نمیکنی. فغضب عمر رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه غضب کردند. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی این سخن را که شنیدن بسیار غضب‌آلود شدند، خشم‌آلود شدند. حتی هم ان یوقع به، حتی نزدیک بود که اون انسان را یک تنبیه خوبش بکند، یعنی که چنان غضب کرد که نزدیک بود که اون را یک تنبیه خوبش کند. ان یوقع علیه، ان یوقع به یعنی اون را بزند یا تنبیهش بکند. نزدیک بود که این کار را حضرت عمر رضی الله عنه انجام بده، زیرا که بسیار خشم‌آلود شد وقتی این سخن را شنید که تو با عدل در بین ما حکم نمی کنی. فقال له الحر، پس حضرت عمر رضی الله عنه را حر ابن قیس گفت، اون صاحب خانه‌ای که مهمانش را آورده بود، گفت که یا امیر المؤمنین، گفت ای پادشاه مؤمنان، ای امیر المؤمنین، ان الله تعالی قال لنبیه صلی الله علیه و سلم، گفت هر آینه الله سبحانه و تعالی برای پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم گفته است که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. الله در سوره اعراف آیت 198 این سخن را گفته است. یعنی چی؟ خذ العفو، الله سبحانه و تعالی پیغمبر رو میگوید که ای پیغمبر خذ العفو، یعنی پیشه کن بخشش را، پیشه بکن بخشش را. و امر بالعرف، و امر کن به کارهای پسندیده، به کارهای خوب مردم را امر کن. و اعرض عن الجاهلین، و روی بگردان از انسانهای جاهل.
یعنی با جاهل ها 7 و 8 نکن، با جاهل ها سر به سر نشو، با جاهل ها بحث و مناظره و گفتگو نکن. و اعرض یعنی روی بگردان از انسان های جاهل. وقتی که میگه حر ابن قیس در نزد حضرت عمر رضی الله عنه این آیت رو خواند و بعد گفت که و این هذا من الجاهلین. گفت هر آینه این یعنی مهمانش در نظر دارد، یعنی که عیینه ابن حصن را در نظر دارد. گفت هر آینه این از جمله جاهلین است. یعنی که بدل نگیر که این مهمان من از همون جمله جاهلین می باشد. والله ما جاوزها عمر حین تلاها. ابن عباس رضی الله عنه میگوید قسم به ذات پاکی ما جاوزها، یعنی تجاوز نکرد این آیت را عمر رضی الله عنه وقتی که تلاوت کرد در نزدش این آیت را. وقتی که حر ابن قیس در نزد حضرت عمر این آیت را تلاوت کرد، میگه قسم به ذات پاکی حضرت عمر این آیت را نادیده نگرفت، این آیت را تجاوز نکرد، این آیت را حکمش پایمال نکرد. و کان وقافا عند کتاب الله تعالی. ابن عباس میگوید که حضرت عمر رضی الله عنه بسیار مطیع کتاب الله بود، بسیار وقاف بود، یعنی بسیار توقف کننده بود. وقتی که هر کار کردنی میشد وقتی دلیلش می آوردی یعنی اون کار نمی کرد. وقتی که دلیل از قرآن می آوردی خلاص، یعنی که خط قرمزی حضرت عمر رضی الله عنه همون خطی بود که قرآن اون را کشیده است، یعنی که از اون بیرون عمل نمی کرد، از قرآن بیرون تجاوز نمی کرد یا نمی گذشت، بلکه بسیار وقاف بود، بسیار اطاعت کننده و توقف کننده ای حکم های قرآن بود حضرت عمر رضی الله عنه. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است در زیر رقم 4642 در کتاب صحیح بخاری. پس این حدیث برای انسان هایی که یک جاه و منصبی به دست میارن، چی منصبی بالایی است چی منصبی پایانی، حتما باید در برشان انسان‌های اهل علم را داشته باشند، زیرا که حضرت عمر رضی الله عنه با اون جایگاه اهل علم را در اطرافش جمع می کرد، زیرا که اهل علم است که انسان را خطاهاشون میگوید. اما در اطرافت اگر همه جاهلا را جمع کردی هیچگاه خطای تو را نمیگوید. پس کسانی که میخواهند جایگاه بلندی در برسند هم در دنیا و هم در قیامت باید در اطرافش اهل علم را جمع بکند و باید با اهل علم بسیار همنشینی انجام بدهد، زیرا که این سبب می شود انسان نجات می یابد هم در دنیا و هم در آخرت. پس این بود حدیث 26 از باب صبر و حدیث 50 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 27 از باب صبر و حدیث 51 از کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال. می گوید که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انها ستكون بعدی اثرة و امور تنکرونها. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند هر آینه به وجود می آید، ستكون بعدی یعنی به وجود می آید، پدید می آید بعد از من، اثرتون، اثره به وجود می آید. اثره چی است؟ اثره یعنی که خودخواهی به وجود می آید. انسان چیزهای دیگرها را از خود می کند، حق خودش نیست، حق دیگرها را از خود می کند. این را می گویند اثره، یا اثره همون تبعید و خودخواهی را می گویند. تبعید و خودخواهی این خود چی است؟ اثره است. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیت، در این حدیث
منظور کسانی که حاکم میشوند، کسانی که در بالای حکم قرار میگیرند، در رأس حکم قرار میگیرد، اونها رو در نظر دارد که بعد از من اثره به وجود می آید. یعنی حاکمانی خودخواه، حاکمانی بگیم تبعیض کننده که مردم رو به گروه گروه تقسیم میکند، برای نزدیکی های خودش حق زیادتر رو برای مردم بیچاره هیچ چیز نمیدهد. انا همین طور حالت میگه به وجود می آید. انها ستکون بعدی اثرتون، اثره به وجود می آید. همین طور حاکما به وجود می آید که حق مردم رو از خود میکنند. و امور تنکرونها، و کارهای می شود که شما اون را زیشت میدونین ای اصحاب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحابش خطاب میکند، میگوید یک کارهایی میشود در بین اون حاکمای بعد آمدگی، شما اصلا اون کارها رو بسیار زیشت و بسیار بد میدانید. قالو، اصحاب سوال کردند، پرسیدند که یا رسول الله فما تأمرونا، گفتن ای رسول الله پس ما را در همین حالت به چی امر میکنی؟ حاکمان ما آمدن، حق ما را گرفتن، حق مردم خوردن، حق مردم ندادن و مردم را به گروه گروه تقسیم کردن، به نزدیکی های خودش حق زیاد و برای بیگانگان چیزی ندادن. پس ما را به چی امر میکنی؟ ما چی کار کنیم در این حالت ای رسول الله؟ ما به چی دست بزنیم؟ چی دستور میدهی ما را؟ پس رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که تؤدون الحق الذی علیکم، گفتن ادا بکنید شما همون حقی را که بالای خود شما هست. بالای ما چی حق است؟ اطاعت کردن حاکم در دایره شریعت. اگر که امر منکر ما اطاعتش میکنیم، یعنی اطاعت کردن، و پس حق ما اطاعت کردن است، پس ما باید اطاعت کنیم. حق ما فتنه نانداختن است، پس ما نباید فتنه باندازیم. حق ما سیاه نکردن اون حاکم است، پس ما نباید سیاه بکنیم. حق ما دشنام و حقارت نکردن حاکم است، پس ما باید دشنام و حقارت نکنیم. حق ما این است که ما نباید، یعنی حق حاکم بالای ما همین است که ما نباید مردم بر ضد حاکم شورش بدهیم، مردم بخیزانیم. این حرام و ناجایز می باشد. یعنی که این حق اون حاکم است که ما نباید بر ضدش مردم شورش بدهیم. پس تو ادون حق الذی علیکم، حقی که بالای ما هست پس ما حق ما ادا میکنیم، پس این کارها را ما ادا میکنیم. و تسالون الله الذی لکم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که و بپرسید الله سبحانه و تعالی را از حق خودتان. پس از حق خودتان شما الله جل جلاله را بپرسید. پس ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از معجزاتش این هست که بیان کرد که بعد این طور حاکمان به وجود می آید. وقتی این طور حاکمان به وجود آمد، ای مردم شما سببی به خاطر حق خودم را طلب میکنم گفته خون چندین کس را نریزانید، حق خودم را طلب میکنم گفته شما حقی که اون حاکمان بالاتون دارد حق حاکمان را پایمال نکنید. رسول الله گفتن حقتون شما از کی بخواهید؟ از الله جل جلاله. و تسالون الله الذی، و تسالون یعنی بپرسید شما الله را الذی لکم، یعنی اون چیز، اون حقی که حق شما هست از الله جل جلاله بپرسید. پس الله جل جلاله را ما از چی میپرسیم؟ از الله جل جلاله میخواهیم که برای این حاکممون توفیق بدهد. از الله جل جلاله میخواهیم که الله سبحانه و تعالی ایمان حاکممون را قوی بگرداند تا حق ما را بدهد و حق ما را نخورد و حق ما را ضایع نکند. نه اینکه بر ضدش فتنه باندازیم، نه اینکه مردم را بر ضدش شورش بدهیم. این جایز و درست نمی باشد، بلکه این حرام است. حقی که اون پادشاه از ما را اگر بخورد، ما از کی طلب میکنیم حق ما؟ از الله جل جلاله که حق ما را بازگرداند. یعنی که انسان وقتی که میخواهد
پادشاهش، حاکمش صالح باشد، پس چیکار کند؟ پس نفس خودش را صالح کند. زیرا که الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیت 129 میگوید و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. الله سبحانه و تعالی میگوید همچنین ما مسلط میگردونیم بعضی ظالمان رو بر بعضیشان، بما كانوا یکسبون، به سبب کرداری که اونها انجام دادند، به سبب کردارش. یعنی که وقتی که ما در حق خودمون ظلم میکنیم، وقتی که ما در حق دیگرها ظلم میکنیم، پس الله سبحانه و تعالی همین طور یک انسان ظالم رو به بالای ما میارد، یا یک انسانی رو به بالای ما میارد که بالای ما ظلم کرده میشود. زیرا که الله میگه نولی بعض الظالمین بعضا، یعنی که مسلط میگردانیم، حاکم میگردانیم و رئیس و بزرگی قوم میگردانیم بعضیشون رو بر بالای بعضیشون. وقتی که انسان اگر صالح شد، وقتی که انسان خودش درست و سالم کرد، الله سبحانه و تعالی بالای اون حاکمی درست و حاکمی خوب را خواهد آورد. این بود حدیث 27 از باب صبر و حدیث 51 از کتاب ریاض الصالحین که این حدیث متفق علیه می باشد. یعنی حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده که است. البخاری و امام بخاری این حدیث را در زیر رقم 3603 در کتاب صحیح بخاری آورده است و امام مسلم در زیر رقم 4775 در صحیح مسلم آوردگی است و امام احمد هم همچنین این حدیث را ذکر کردگی است در زیر رقم 3640 در مسندش. و بعد از این امام نووی رحمه الله میگه که والاثرتو، اثره یعنی معناش چی است؟ میگه والاثرتو الانفراد بالشیء عمن له فیه حق. اثره یعنی که انفراد به چیزه، تنها صاحب شدن چیزه، عمن له فیه حق، از کسانی که در اون حق دارند. یعنی دیگرها هم در اون چیز حق دارند، اما انسان از خود میکند میگیردش، دیگرها را حقش نمیدهد. همین را میگویند اثره. پس رسول الله گفت که انها ستکون بعد اثرتون، یعنی بعد از من حق دیگرها را صاحب شدنی ها به وجود میآیند که حق دیگرها را نمیتیند و از خود میکنند. پس این معنای الاثرتو می باشد. پس این بود حدیث 27 از باب صبر و حدیث 51 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 28 از باب صبر و حدیث 52 از کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید وعن ابی یحیی اسید بن حضیر رضی الله عنه ان رجلا من الانصار قال. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 52 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابی یحیی اسید بن حضیر رضی الله عنه روایت است که ان رجلا من الانصار قال، میگوید هر آینه مرد از انصاری ها گفتند که یا رسول الله، گفتند ای رسول الله جل جلاله، الا تستعملونی کما استعملت فلانا، گفتند ای رسول الله آیا مرا موظف نمیگردانی چی طوری که فلان انسان را موظف گرداندی؟ یعنی آیا برای من یگان وظیفه نمیدهی؟ آیا مرا در یگان وظیفه قرار نمیدهی چی طوری که فلان انسان وظیفه دادی؟ فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که انکم ستلقون بعدی اثره، گفتن هر آینه شما بعد از من اثره را ملاقات میکنید، به اثره روبرو میشوید. یعنی شما بعد از من کسانی را میبینید که حق شما را حاکمان میآید و حق شما را صاحبی میکند، حق شما را برای شما نمیدهد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ چیکار کنین؟ گفتن فاصبروا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اطاعت بکنید، اطاعت بکنید. شما
فصبروا، پس شما صبر بکنید. رسول الله صلی الله علیه و گفتن که صبر بکنید حتی تلقونی علی الحوض، یعنی تا مدتی، تا زمانی که ملاقات میکنید با من بر سر حوض، یعنی که تا مردنتون شما صبر بکنید. وقتی که میآیند کسانی که شما را حق تونه، مثلا حاکمان میآید حق شما را میگیرد، پس شما در مقابل اون حاکم فتنه بر نخیزانید که بسیار مردم خونش ریزانده شود، بلکه شما صبر و تحمل بکنید تا مردنتان، تا وفاتتان. حتی تلقون علی الحوض، تا زمانی که با من ملاقات میکنی بر سر حوض کوثر، یعنی تا مردن، تا روز قیامت. تا اون وقت شما صبر و تحمل رو پیشه بکنید، نباید فتنه باندازید، نباید فتنه اندازی بکنید. پس در اینجا، در این حدیث، رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را امر کرد وقتی که همین اثره به وجود می آید، حاکمان می آید، حقمان می خورد، وظیفه ما چی است؟ وظیفه ما صبر کردن تا با رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردن. و در زیر این شارحان بسیار قولای زیبا میارن. مثلا میگن یکی از خوارج نزد علی بن ابی طالب رضی الله عنه رفتن و پرسیدن که علی، چرا به مثل ابوبکر و عمر، چرا به مثل ابوبکر و عمر تو را مردم اطاعت نمی کنن؟ تو را مردم چرا به مثل حضرت قومی که حضرت ابوبکر و عمر اطاعت میکردن، چرا مردم این طور اطاعت نمیکنن؟ علی رضی الله عنه گفتن که به خاطر آنه که ابوبکر و عمر رضی الله عنهما به مثل ما پیرو داشتند، در زیر دست اونها به مثل ما کسانی بودند که او را اطاعت میکردیم، اما گفت من به مثل شما پیرو دارم که شما من را پیروی نمی کنید. یعنی که مشکلی در خود شما هست، نه در حاکمانتون، نه در حاکمانتون، بلکه در خود شما مشکلی می باشد که شما حاکمانتون را پیروی نمی کنید. پس ابوبکر و عمر مردم پیروی میکردن، اطاعت میکردن و مردم گپاشون را گوش میکردن و فتنه نمی انداختن. چرا؟ زیرا اینکه رعیتشان، شهروندانشان و در زیر حکمشان به مثل حضرت علی رضی الله عنه، به مثل این بزرگوارا بودند که اطاعت میکردند. پس حضرت علی رضی الله عنه جواب خوبه برای این خوارج داد. پس در این روزها این مسئله خوارج و مسئله خروج زیاد دیده می شود. به مثل این انسان ها خیلی زیاد هستند، میخواهند که از حاکمان امروزه به مثل عمر و به مثل ابوبکر رضی الله عنه بسازن، اما خودشان به مثل رعیت اونها شده نمیتوانند. فتنه اندازی رقم یک و فتنه خیزاندن در رقم یک و دشنام و لعنت فرستادن رقم یک. باز میخواهند که حاکمانشان اینها را بگم حق زیادتر بتید، یعنی که به مثل عمر و به مثل ابوبکر شود. اگر میخوای به مثل عمر و ابوبکر حاکم داشته باشی، پس تو به مثل رعیت اونها بشو، تا اینکه الله سبحانه و تعالی برای تو اون را نصیب بگرداند. همچنین یکی از شاهان اموی که براش خبر میرسد که مردم از پشت تو سخنان بد میگویند، والله اعلم این عبدالملک ابن مروان بود، که خبر براش میرسد که مردم از پشت سخنان بد میگویند و مردم تو را سخنان ناجا میگویند و مردم میخواهند که شما، یعنی که مردم میخواهند که تو عدل جاری بکنی، مردم میخواهند به مثل ابوبکر و عمر بشوی تو. پس این بزرگوار چی گفت؟ گفت اگر میخواهید که ما برای شما مانند ابوبکر و عمر باشیم، شما برای ما مثل اون رعیت ابوبکر و عمر شوید. این عبدالملک ابن مروان چی گفت؟ گفت اگر که شما میخواهید ما حاکمان به مثل عمر و ابوبکر باشیم، پس ای مردم، شما به مثل اون کسانی که در زیر دستی
ابوبکر و عمر در زیر حکمی ابوبکر و عمر بود، شما به مثل اون شوید. اگر این طور شدید پس ما به مثل اونها میشویم. اگر شما به مثل اونها نمیشوید پس این ما هستیم و اون شما. میبینیم چی کار بالاتان کرده میشود. پس انسان وقتی که میخواهد بالاش عدل بیاید، وقتی میخواهد حاکمش به مثل ابوبکر و عمر عادل باشد و عدل بکند، پس خودش را به مثل اصحاب اونها بگرداند تا اینکه حاکمان اینها بالای اینها عدل را جاری بگرداند. پس این مسئله بسیار مسئله مهم است، مخصوصا در این شب و روز که مردم با طریق شبکه اینترنتی زیاد فتنه های را پهن میکند، زیاد سخنان ناجایی که مخالف شریعت و مخالف دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس ما و شما میشنویم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که انکم ستلقون بعدی اثره، یعنی که شما بعد از من خودخواهی های را میبینید. حاکمان بالای سر شما میآید، خودشان با نزدیکانشان هر جا را ضبط کردن میگیرند و فصبروا. پس شما ای مردم مسلمان وظیفه‌تون چی است؟ اگر شما رسول الله را اطاعت میکنید، اگر شما رسول الله را پیروی میکنید، اگر گپ رسول الله را میگیرید، پس رسول الله شما را دستور میدهد فصبروا. پس شما صبر بکنید. تا کی صبر بکنیم؟ حتی تلقونی علی الحوض. رسول الله میگه تا زمانی که با من ملاقات میکنید، تا زمانی که مرا میبینید در نزد حوض. در نزد حوض یعنی که در نزد حوض کوثر. یعنی که اگر صبر کردی نتیجت همون حوض رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی پایانی صبرت وقتی که انسان مشکلی بالاش میاد، غضب‌آلود میشود، تشنه میشود. وقتی که تشنه میشوی ای انسان، این تشنگی تو رو چی برطرف میکند؟ انا همون آبی حوض کوثر رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگویند طولانیش یعنی پهناییش مدت 1 ماه راه میباشد. این همین قدر حوض بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد که با دستان خودش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امتانش آب میدهد تا اینکه امتانش از اون آب استفاده ببرند و تشنگیشون را بشکنند. پس میخواهی که تشنگیت را با آب کوثر رسول الله صلی الله علیه و سلم بشکنی، پس این فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس این امر رسول الله و حکم و فتوای رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. پس در مقابل این هر فتوای دیگر باید برای کسی که واقعا پیرو رسول الله است باید مردود باشد. هر کسی که هر سخنی که ضد این میگوید باید انسان ردش بکند، نه قبول، زیرا اینکه اگر قبول کرد پس سخن رسول الله را از خود دور گردانده است. پس این حدیث متفق علیه است که امام بخاری این حدیث را روایت میکند در زیر رقم 3792 و امام مسلم هم همچنین حدیث را روایت میکند در صحیح مسلم در زیر رقم 4779 و امام احمد هم همچنین حدیث را روایت میکند در زیر رقم 19094 در مسند امام احمد ابن حنبل. پس اکنون امام نووی رحمه الله میگه و اسیدون بضم الهمزه، میگه همزه را ضمه کن، یعنی اسید بگو، با اسد یا اسید نگوی، اسید. و حضیر، و حضیر میگه بحاء مهملة، یعنی که ها با خ نگوی، حرف ها. مضمومة ضمش بته میگه، و ضاد معجمة مفتوحة، و حرف ضاد نقطه‌دار و فتحش بده، یعنی که حضیر. والله اعلم، باز الله جل جلاله داناتر است. پس این دو نام را امام نووی رحمه الله طریق درست تلفظ کردنش را بیان کردن که اسید و حضیر بگویید. پس این بود حدیث 28 از باب صبر و حدیث 52 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله آخرین حدیث باب صبر، حدیث 29 را می آورد که حدیث 53 از کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 53 کتاب ریاض الصالحینش می گوید و عن ابی ابراهیم
عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما میگوید که از ابو ابراهیم عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی بعض ایامه التي لقی فیها العدو. هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعض روزهایش که ملاقات کرد در آن روزها با دشمنانش، همون روزهایی که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم با دشمنانش ملاقات کرد در حالت جنگ، انتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر شد، این ملاقات را، این شروع کردن جنگ را انتظار شد. حتی اذا مالت الشمس قام فیهم فقال، تا زمانی که میگه مالت الشمس یعنی مائل شد آفتاب، یعنی که عبید شد و شروع شد به بعد از عبید شدن، یعنی که مائل شد آفتاب از بین آسمان به طرف غروب. قام فیهم فقال، بعد از اون میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایش در بین قوم خیست و پس گفت، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت کرد در بین اون مجاهدین گرامی اصحابش رضی الله عنهم. رسول الله گفتن که یا ایها الناس، گفتن ای مردم، لا تتمنوا لقاء العدو، یعنی شما آرزوی روبرو شدن دشمن را نکنید. ای مردم، شما آرزو نکنید که با دشمن روبرو شوید. واسأل الله العافیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که شما درخواست کنید، بپرسید از الله جل جلاله عافیت و سلامتی را، از الله سبحانه و تعالی سلامتی بخواهید، از الله سبحانه و تعالی عافیت بخواهید. فاذا لقیتموهم فاصبروا، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت پس هنگامی که ملاقات کردید، هنگامی که روبرو شدید با دشمنانتان، فاصبروا، پس شما صبر بکنید، صبر را پیشه کنید. واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که و بدانید که جنت در زیر سایه های شمشیران شما می باشد، یعنی جنت در زیر سایه های شمشیران شما می باشد. یعنی که وقتی که انسان جهاد می براید، با دشمنان الله می جنگد، وقتی که به شهادت می رسد، این انسان داخل جنت می شود. یعنی جنت در زیر سایه های شمشیران شما هست، یعنی که جنت همین قدر با شما نزدیک می باشد، همین قدر نزدیک می باشد که وقتی که به شهادت می رسید شما داخل جنت می شوید. ثم قال النبی صلی الله علیه و سلم، بعد از این میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، رسول الله گفتن که دعا کردن، گفتن اللهم منزل الكتاب و مجری السحاب و هازم الاحزاب احزمهم وانصرنا علیهم. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کردن، گفتن که اللهم منزل الكتاب، یعنی ای الله که نازل کننده کتاب هستی، یعنی کتاب ها را ای الله، قرآن را و دیگر کتاب های آسمان را ای الله تو نازل کردی. و مجری السحاب، یعنی جاری کننده ابرها هستی، در آسمان ابرها را میبینیم این طرف و آن طرف میرود، در جای میبارد و در جای نمیبارد. پس ای الله جاری کننده و جابجا کننده اون ابرها تو میباشی. و هازم الاحزاب، و همچنین ای الله جل جلاله تو شکست دهنده گروه های دشمن میباشی. ای الله هازم میباشی که شکست میدهی احزاب را. احزاب یعنی گروه هایی که بر ضد مسلمان ها آماده میشوند، گروه های دشمن را ای الله تو هستی که شکستشان میدهی. اهزمهم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اهزمهم، یعنی ای الله جل جلاله دشمنان ما را خار و ذلیل بگردان، شکستشان بده. وانصرنا علیهم، و یاری بکن و پیروز بگردان ما را بر بالای دشمنانمان
ای الله جل جلاله. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا را کردن که این حدیثی متفق علیه می باشد که این حدیث را امام بخاری در دو مکان در دو جای صحیح بخاریش ذکر میکند. اولا در زیر رقم 2965 و همچنین در زیر رقم 2966 در کتاب صحیح بخاری و همچنین امام مسلم هم این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 4542 و امام احمد هم همچنین این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم 19114 و بالله التوفیق. با همین امام نووی رحمه الله باب صبر را به آخر میرسد. باب صبر با همین به آخر میرسد. میگوید و بالله التوفیق، یعنی به الله جل جلاله، از الله جل جلاله ما توفیق را میخواهیم. پس باب صبر با همین به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب الصدقی، یعنی چهارمین بابی که در کتاب ریاض الصالحین در کتاب باغ نکوکاران هست. این باب صدق است. باب صدق یعنی که صدق و راستی. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب آیت ها و چند از حدیث ها را برامون تقدیم میکند. این باب را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه‌مان. با همین درس امروزه‌مان را به آخر میرسانیم و الله سبحانه و تعالی ما و شما را موفق بگرداند و الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق عمل کردن به آن چیزی که شنیدیم الله توفیق من بدهد. و همچنین از این حدیث ها ما و شما سخنهای به دست آوردیم که همیشه باید در حق دشمنان اسلام دعای شکست داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی شکستشون بدهد. پس از این موقع پربرکت، در این موقع پربرکت از الله جل جلاله درخواست و طلب و تمنا و آرزو میکنیم که الله سبحانه و تعالی دشمنان مسلمانان را و دشمنان اسلام را خار و ذلیل و زبون و ناتوان بگرداند و الله سبحانه و تعالی مسلمانان را پیروز و مسلمانان را سربلند و موفق بگرداند. آمین یا رب العالمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.